سلام. این گفتگویی که آماده کردم با هم می‌بینیم یه تحلیل و بیان خیلی قشنگ و جالبیه که سرهنگ لری ویلکرسونه. چرا این شخص نسبتاً مهمه و توجه کنیم به حرفاش؟ اول اینکه تو حوادث 11 سپتامبر توی اون کمیته تحقیق بوده که همینجام تو این برنامه اشاره میکنه بهش، جایی که کالین پاول و حتی میگه من نجاتشون دادم و تحقیقات و گزارشی برای کاندولیزا رایس میفرسته. و یکی دیگه هواپیمای مسافربری ایران که آمریکا با موشک زدش، ناو آمریکایی که اونا به اشتباه هواپیمای ایرانی رو زد و مسائل دیگه، از جمله اینکه میگه اسرائیل منطقه اینجا آشوبش برای چیه و چه سرنوشتی در انتظارشونه و یه استدلالایی میاره که اسرائیل چطور نابود میشه. بریم سراغش ببینیم برنامه رو با هم. بخش زیادی از نفت اسرائیل از کجا تامین میشه؟ حدس بزن. از ایالات متحده آمریکا. همین سوخت GPA که برای اون تعداد عظیم حملات هوایی اسرائیل لازمه، تقریبا 100%ش داره از آمریکا تامین میشه. ما داریم سوخت به اسرائیل میفرستیم با سرعتی که هیچ جای دیگه دنیا اینجوری انجام نمیدیم. حداقل در مورد سوخت‌های فسیلی. البته کشورهای دیگه هم دارن سوخت میفرستن. مثلا فهمیدم که مقداری از نفت سوریه هم به اسرائیل میرسه. و این یکی از دلایلیه که ما میخوایم توی سوریه بمونیم. ولی GPA خیلی اهمیت داره. چون همین سوخته که هواپیماهاشون رو توی آسمون نگه میداره. اسرائیل فقط حدود 300,000 گالن ظرفیت پالایش روزانه GPA داره که احتمالاً همین الان داره همشون رو میسوزونه. پس باید سوختش رو از جایی تامین کنه و اینجاست که آمریکا وارد میشه. حالا امپراتوری نه فقط با بمب‌های 2000 پوندی و بقیه کاراش توی جنایت شریک اسرائیل، بلکه تو تامین سوخت برای هواپیماهاشون هم شریکه. هواپیماهایی که همین بمب‌ها رو میریزن. چند وقت پیش داشتم به حرفای جولانی تو دمشق گوش میدادم که با وزیر خارجه ترکیه داشت انگلیسی حرف میزد. انگلیسیشون خیلی خوب بود یا شاید هم مترجم داشت صحبت میکرد. چند تا مصاحبه دیگه هم دیدم که جولانی و آدمای کلیدی منطقه انجام دادن. حالا اسرائیل رو فعلا کنار بذاریم، بعداً بهش میرسیم. ولی این ایده سلطه‌گری داره سوریه رو میکشه. دیدی وقتی لیر رفت با جولانی و گروهش صحبت کرد، ازشون خواست هیچ تماسی با ایران نداشته باشن. اون فقط سطح ماجراست. امپراتوری تحریما رو بر نمیداره مگه اینکه دقیقاً کاری رو که میخوان انجام بدن. و اگه تحریما برداشته نشه، حتی با کمک ترکیه یا بقیه، تقریبا غیر ممکنه که از این وضعیت بیرون بیان. تحریما همون چیزیه که در نهایت اسد رو شکست داد. پس جولانی توی بن‌بست گیر کرده و راستش دلم براش میسوزه، چون حتی اگه نیتش خوب باشه و گذشته‌اش رو کنار گذاشته باشه، بازم نمیتونه کاری بکنه. تو گذشته به نظرم برای ما کار میکرد، ولی حالا ترکیه هم نمیتونه کمک کنه، حتی اگه نیتشون به اون خلوصی که وزیر خارجهشون گفته باشه. هیچ کدوم از اینا برای حل مشکل کافی نیست. اسرائیل هم نمیتونه به همین کارهایی که الان داره میکنه ادامه بده. چون این هرج و مرجی که امپراتوری درست کرده دیگه حتی به خودشون هم رحم نمیکنه. این آشوب هیچ کدوم از بازیکن‌های کوچیک‌تر رو، حتی اسرائیل رو در نظر نمیگیره. تاثیرشون اینقدر زیاد میشه که اسرائیل هم نمیتونه از پسش بر بیاد. این حرفمو یادداشت کن. اسرائیل کمتر از یک دهه دیگه از بین میره. دیگه مثل الان نمیتونه یک کشور یک پارچه توی منطقه باشه. این به این دلیله که ما نیروهایی رو به حرکت انداختیم که هدفشون ایجاد آشوبه. این نیروها هر کسی که تو راهشون باشه، چه دوست یا دشمن، نابود میکنه. خب فکر میکنم پوتین این حس رو داره، ولی مطمئن نیستم که کاملا متوجه بازی بزرگی که دارم بهش اشاره میکنم شده باشه. راستش از این اصطلاح بازی متنفرم، چون اصلا بازی نیست، یه موضوع حیاتی و جدیه. پوتین این رو حس کرده، این میدونه. ولی حرف درسته. اگه روسیه، چین و کشورهای بریکس یه دیوار قدرت و کنترل بسازن، چین اینو یه جور روش جذب میدونه، روشی که مردم بیشتری رو جذب خودش میکنه، روشی که قدرت اقتصادی و مالی بیشتری ایجاد میکنه و در نهایت جای دلار رو میگیره، روشی که میگه همکاری و مشارکت طراحی ماست. حالا ممکنه بگیم ما یه نیت پنهانی داریم، ولی طرح ما از مال شما بهتره و دنیا داره کم کم اینو میفهمه. پس ما اینو به حرکت در میاریم، حالا چه به اسم طرح کمربند جاده باشه یا چیز دیگه ای. شما قراره با این جریان روبرو بشید و این جریان یه قدرت عظیمیه. تنها راه متوقف کردنش اینه که هممون رو نابود کنه. و این چیزیه که منو از این رقابت میترسونه. این اصلا یه بازی نیست. این یه بازی برای انگلیسی‌ها تو کریمه نیست. یه یورش سبک نیست که با چند صد نفر تموم بشه. نه، این یه درگیری کاملا متفاوته.
این اصلا بازی نیست. ولی ما داریم آتیش این ماجرا رو بیشتر شعله‌ور می‌کنیم. و دونالد ترامپ اصلا سر در نمیاره از چیزی که گفتم. مشاورش هم همینطور. و همین باعث میشه که مستقیم توی دام بیفتن. یکی از طرفای این درگیری توی خاورمیانه که خیلی غیر قابل پیش بینیه یمنه. اگه اونا بتونن زیر بمبارون بیرون بیان، شاید بشه گفت قابل پیش بینی تر هم هست. شاید بشه گفت قابل پیش بینی تر میشن. اسرائیل داره با کارایی که میکنه خودش رو توی قبر عمیق دفن میکنه. داره خودش رو به دست جامعه جهانی و قوانین بین‌المللی نابود میکنه. توی غزه همین کارو میکنه. اگه یه نگاه به تاریخ قوم اسرائیلی ها بندازی، نه اسرائیلی های امروزی، بلکه قوم اسرائیل قدیم، میبینی همیشه این کارو میکردن. غرور داشتن، از کتاب مقدس خودشون سرپیچی میکردن و دنبال چیزهای مادی مثل گوساله طلایی میرفتن، تا اینکه یکی مثل نبوکدنصر میومد و نابودشون میکرد. چیزی که برام عجیبه اینه که اونایی که الان تو اسرائیل حس میکنن دارن پیروز میشن، مثلا نتانیاهو و دولتش، انگار نمیفهمن. حتی نتونستن حماس رو توی غزه شکست بدن، حزب الله هم نتونستن شکست بدن. الان هم دارن از کاری که ترکیه یا آمریکا توی سوریه انجام داده اعتبار میگیرن، کاری که خودشون هیچ نقشی توش نداشتن. با بیل چنگک شروع کردن. خب چطور میتونن بگن دارن برنده میشن؟ فکر کنم این همون کاریه که وقتی خیلی بدزور داری میبازی انجام میدی، یا از نظر روانی اینجوری بار اومدی که از اینجور پروپاگاندا استفاده کنی به امیدی که شاید به نفع کارا تموم بشه، یا کلا عقل تو از دست دادی. به نظرم یک کمی از هر دو حالت صدق میکنه. در مورد نتانیاهو همین صدق میکنه. اون همیشه یه فشار رو دوشش حس میکنه که نذاره بره زندان. اما چیزی که الان دارم میبینم اینه که اسرائیل چطور رفتار با حماس رو شروع کرد از همون روزای اول این ماجرا. اون روزا وقتی این حرکت تازه شروع شده بود، در واقع اسرائیل داشت حماس رو حمایت میکرد برای اینکه بین فلسطینی‌ها تفرقه بندازه. یادم نمیاد اسم رهبر اون موقع چی بود، ولی هدفش این بود که فلسطینی‌ها رو از هم جدا کنن. حالا میبینیم که حماس چطور علیه خودشون برگشته. فکر نمی‌کنی چیزی که الان تو سوریه داره اتفاق میفته میتونه همین داستان رو تکرار کنه؟ وقتی این گروه به اندازه کافی قوی بشن یه روزی علیه اسرائیل میجنگن. به نظر من این اتفاق میفته. راستش چیزی که من رو واقعا گیج میکنه اینه که داره اینقدر ساده لوحانه برخورد میکنه. البته شاید هم تعجب نکنم چون با محمود عباس و یاسر عرفات هم کار کردن. یاسر عرفات، آره درست یادم اومد. اون موقع اسرائیل داشت حماس رو حمایت میکرد تا فلسطینی‌ها رو به جون هم بندازه. الان هم می‌بینم که تشکیلات خودگردان فلسطین عملاً داره کار اسرائیل رو توی کرانه باختری براش انجام میده. دارن نظم و انضباط برقرار میکنن که شاید اسرائیل بهشون بگه مرسی و بعدش خودشون هم از بین ببرن. کردها هم هیچ وقت نمیتونن کارشون هماهنگ کنن. اگه کردها یه حمله هماهنگ از شمال عراق تا شمال سوریه را بندازن، تبدیل به یه نیروی قدرتمند میشن. ولی همیشه سر چیزای بیخود با هم دعوا دارن. تازه تو شمال عراق هم که هستن هیچ دموکراسی وجود نداره. بعضیا بهم میگن اقتصادشون خوبه، شهرشون قشنگه، ولی در عمل قبیله‌ای اداره میشن. این بزرگترین ضعفشونه. فلسطینی‌ها هم یه جورایی همین مشکل دارن. ولی به نظرم همه این گروه‌ها، چه فلسطینی‌ها چه بقیه، توی این بازی قدرت‌ها بین امپراتوری‌های در حال ظهور و امپراتوری‌های در حال فروپاشی در نهایت نابود میشیم. و ما همونایی هستیم که داریم میمیریم. شاید 50 سال طول بکشه، ولی 50 سالی پر از خونریزی. میترسم این دوره 50 ساله یا هر چقدر هم که باشه وسطش یه فاجعه اتمی بزرگ اتفاق بیفته. اونجاست که همه چیز متوقف میشه. یه فاجعه هسته‌ای که همه چی متوقف کنه. شک نکنید این پایان ماجرا. این مثال بزرگی از چیزی که الان دارین در موردش حرف میزنیم. چیزی که تو بعضی از محافل تخصصی هر از گاهی بحثش میشه. احتمال اینکه اسرائیل از یک سلاح هسته‌ای استفاده کنه. تو یه سریا حس میکنن اسرائیل داره سقوط میکنه. و این سقوط خیلی بزرگ و وحشتناکه. یه شب میخوابی صبح روز بعد همه چی عوض شده. یه شنبه شب میخوابی و فکر میکنی همه چی خوبه، ولی دوشنبه صبح دیگه هیچ چیزی سر جاش نیست. اون وقت جواب گلدا مایر به اون خبرنگار BBC دوباره یادت میاد. همون چیزی که مثل یه کابوس میمونه. این گزینه سلیمان همیشه هست. یعنی اینکه کل معبد رو بریزیم پایین و از یه سلاح هسته‌ای استفاده کنیم. شاید ایران نباشه که این ماجرا رو شروع میکنه. شاید چیز دیگه‌ای باشه که جرقه‌اش رو بزنه. آدم هیچ وقت نمیدونه تو این منطقه چه چیزی ممکنه باعث شعله‌ور شدن اوضاع بشه. الان دارم اطلاعاتی میخونم که شوکه کننده است، ولی راستش باید انتظارشو میداشتم. چون از اول میدونستم که کمیسیون تحقیق 11 استخدام کارشو درست انجام نداده.
من خودم متن شهادت پاول رو براش نوشتم. کمک کردم به شهادت کاندولیزا رایس. میدونستم کارشون بی‌عیب نیست، ولی الان دارم میبینم اطلاعاتی داره بیرون میاد که نشون میده خاندان سلطنتی عربستان تو 11 استخدام دست داشتن. تنها چیزی که جلوی افشای این اطلاعات رو گرفته آدمایی هستن که نمیخوان این چیزا فاش بشه، ولی بالاخره همه چی معلوم میشه. حالا سوال اینه، ما خودمون آمریکا چقدر با خاندان سلطنتی عربستان همدست بودیم؟ چون این ماجرا مستقیم به استراتژی پاکسازی وصل شد و یه بهونه بهمون داد که اصلا لازم نبود. اما یه سری از مسائل پشت پرده داره افشا میشه که ممکنه برای خیلی از آدمای مهم غربی خجالت آور بشه و مشکلات بزرگی برای کسایی ایجاد کنه که دارن جلوی قدرتگیری شرق مقاومت میکنن. چینی‌ها، روس‌ها و بقیه هم از این موقعیت نهایت استفاده رو میکنن. البته خیلی هم لازم نیست کاری بکنن، چون دنیا با سرعت داره به یه امپراتوری ستیز تبدیل میشه. این منو یاد صحنه‌های ابتدایی جنگ ستارگان میندازه. نمیدونم شما یادتون میاد یا نه، اونجایی که سفینه‌های جنگی بالای سر بودن و شورش‌ها روی سطح ماه را هر جایی که بود مقاومت میکردن. توی فیلم مقایسه خیلی شدید و واضح بود، چون هالیوودی بود و تو 2 ساعت همه چی رو نمایش داد. ولی اون تصاویر الان با یه واقعیت تلخ جلوی چشام میاد. چون بقیه دنیا همه شورشی‌های روی زمینن و ما امپراتوری. ما مثل اون ستاره جنگی هستیم که سلاحی عظیم داره و میخواد نه فقط اونا رو بلکه کل دنیا رو نابود کنه، یعنی کل سیاره رو از بین ببره. این تصویر خیلی خوبی از چیزیه که ما تو آمریکا شدیم و دقیقاً همینه که وزیر ترکیه به رهبر جدید دمشق تیکه انداخت. چی این منطقه رو نابود کرد؟ چی شما رو نابود کرد؟ حالا بذاریم دیگه این ادامه پیدا نکنه. میخواستم به وزیر خارجه سوریه بگم موفق باشی، چون امپراتوری پشتته. مهم نیست چقدر به ایران و قدرت ترکیه و موقعیت استراتژیک خودت تو منطقه اعتماد داری. امپراتوری اگه لازم باشه قولت میده جلو. لری، چطور این جنگنده F-18 رو پیدا کردی؟ همین که آمریکا میگه توسط خود آمریکا اشتباهی سرنگون شده. آره، و از طرف دیگه یمنی‌ها هم بیانیه رسمی دادن و گفتن که ما این کارو کردیم و میخوان براش افتخار بکنن. خود من تو مقر فرماندهی عملیات بودم وقتی آمریکایی‌ها اون هواپیمای مسافربری ایرانی رو تو خلیج فارس سرنگون کردن. یادتونه؟ یه کار وحشتناک بود، ولی فکر نکنم اون موقع که این کارو کردن بدونن دارن چی کار میکنن. فکر میکردن یه تهدیده. این مشکل جدی تو مرکز فرماندهی و اطلاعات کشتی بود و بعد از اون امیدوارم به هر حال به من گفتن که مشکل حل کردیم، چون آدمیرالم خیلی عصبانی بود. ما یه هواپیمای مسافربری رو با 177 غیر نظامی سرنگون کردیم. فکر کنم اون روز توی مرکز فرماندهی ما خیلی شوکه شده بودیم. پس میتونه اتفاق بیفته، میتونه پیش بیاد که مرکز فرماندهی یکی از ناوشون یا یکی از کشتی‌های دیگه اشتباه کنه و خودی‌ها رو بزنه. ولی اگه اسرائیل این کار کرده باشن ما حتما سرپوش می‌ذاریم روش. احتمال زیادی داره که اسرائیل‌ها این کارو کرده باشن. جای خیلی خطرناکیه. من با آدمایی که بهت گفتم در مورد نفت صحبت کردم و یکی از راههایی که ما الان میدونیم اینه که اسرائیلی‌ها همه ترانسپوندرهای نفتکشا رو خاموش میکنن. این کار شرکت‌های بیمه رو دیوونه میکنه. مثلا لیدز، یکی از بزرگترین شرکت‌های بیمه لندنی، شروع کرده تو هر بندری که کشتی‌هاشون پهلو میگیرن نماینده بذاره. پس وقتی یه ترانسپوندر خاموش میشه اون کشتی رو ردیابی میکنن و میدونن کجا داره میره و با کشتی ملاقات میکنن و میفهمن که چه محموله‌ای رو بیمه کردن. چون میدونن اگه نفتکش اسرائیل باشه یا نفتکش امریکایی که داره نفت رو به اسرائیل میبره، نرخ بیمه خیلی بالا میره. به هر حال منبع 100% نیست، ولی منبع خوبیه. احتمالاً بهترین منبع تو زمان جنگه. پس چیزی که ما داریم میفهمیم اینه که خیلی از مسیرهای تجاری که برای تجارت جهان حیاتیه و برای اینکه همه چیز مثل سابق پیش بره و نرخ بیمه پایین بمونه، الان خیلی به هم ریخته. و این کار اسرائیله. دلیل دیگه ایه که میگم اسرائیل دیگه عمر زیادی تو این دنیا نداره. وقتی آمریکا متوجه بشه که این پوستچه کوچولوش تو شرق مدیترانه خیلی بیشتر از اون چیزی که باید داره براش تو این جنگ بزرگ هزینه میکنه، قطعا ازش دست میکشه. من واقعا فکر میکنم شیمه و باز تا حدودی اشتباه میکنن. فکر نمیکنن لابی اسرائیل پوشش باشه. یه پوشش برای کنگره، یه پوشش برای کاخ سفید، حتی یه پوشش برای خیلی از امریکایی هاست که خبر ندارن. از اسرائیل استفاده میکنیم. اسرائیل سگ نگهبان ما تو اون منطقه از دنیاست که بتونیم این استراتژی رو پیش ببریم، یعنی جلوگیری از بازگشت اجتناب ناپذیر قدرت به سمت شرق. و این یه جای خیلی مهمه و دیگه چه کسی اونجاست؟ ترکیه. پس یه جای خیلی مهمه. ما از اسرائیل استفاده میکنیم. اگه اونا نبودن که این کارو بکنن، ما خودمون با سربازای خودمون این کارو میکردیم. ما دنبال آدمای بیشتری میگردیم که برامون بجنگن.
دنبال متحدای بیشتری می‌گردیم که بفرستیمشون لیبی یا هر جای دیگه، هر جنگ احمقانه‌ای. الان اسرائیل داره حرف از یک ائتلاف 4 میلیونی میزنه تا با حوثی‌ها بجنگه. لری، الان بیش از 9 ماهه که فهمیدیم امریکا همراه با انگلیس و فرانسه دارن با حوثی‌ها میجنگن. انگلیسی قایق کوچولو پایین داره، یه زیر دریایی داره. اونا نمیتونن حوثی‌ها رو شکست بدن چون این مردم کوتاه‌بیا نیستن. هدف اصلی اونا چیزیه که تو فلسطین، کرانه باختری و غزه داره اتفاق میفته. فکر نمی‌کنم اونا از عربستان سعودی هم چشم برداشته باشن. فکر کنم من اشتباه میکنم، چون فکر میکنم تنها راه نابود کردن حوثی‌ها انداختن 15 یا 20 تا بمب اتمی روشونه و نابود کردن همشون. اونا تا آخرین نفر، تا آخرین گلوله، تا آخرین پهباد میجنگن.